زیایی ما در راه ملت سه ایستگاه دارد. یکی محل، دیگر عنوان، سه دیگر. یعنی همون استاد اینجا یک مفهومی چی استفاده دادن که من گرچنده که این از اقتباس استاد است، همه ما از این شعر استاد آگاهی اگر نداشته باشیم می توانیم بگویم که در هفته‌نامه تاجیکستان چاپ شده است و شما می توانید که آشنایی پیدا کنید. رهبره بشر نیز می گوید و آن سه. مولای ما نیز طریقت خدا سه ایستگاه دارد. یکی جای نماز، دیگر سر خوان مردم، سه دیگر همون چیزی که برای زیایی تعلق دارد. چون زمینه مطلب شرح و بررسی خودشناسی ملی و آینده ملت‌سازی در تاجیکستان نشریده شده است، بدون شبهه و تلویش ذهنی میتوان اشاره نمود که ملت در روند ملت شوی خود همیشه ناکام ضعیف بوده است و زیایان در مجرای این جریان به تعبیر نویسنده صادق هدایت مثل سگ‌های ولگرد هستی خود را نشان دادند. ارزش‌های دربار آورده ضیا عبدالله را عوام‌مداری بیشتری آنها را ثابت می‌سازد. چرا بیشتر زیایی ما به عوام الناس یا خود زیایی ملا یا ملا زیایی تبدیل گشتند؟ و کدام خاطر زیایی ما به جای آنکه به علم و اندیشه پروری را آورد به قول صاحب نظر پرمحصول ایران جلال قلی احمد پرپوری مذهب شده است. پرپوری مذهب یعنی تا اونجایی که من به شرح این مفهومی جلال قلی احمد آشنایی پیدا کردم، یعنی همون نفرانی در نظر داشته میشد که مثلا در زمان شوروی اتئیست بودن، امروز شدن مذهبی، اسماعیلی شدن یا که حنفی شدن یا که دیگر مذهب ها گرویدن. و اگر از نظر واقعیت بهادهی کنیم خودی مذهب گرایی واقعی هم امروز وجود دارد. رفتار اجتماعیش تقسیم نمودن منطقی و واقعی است، زیرا ماهیت جهانبینیش در کردار موقعیتش ظهور می‌کند. تصور باید کرد که در سالهای بعد از آمدن استقلالیت زیایان ما یعنی افراد با معرفت جامعه فعالیت خود را با ویژگی‌های زمان خود راه اندازی نمودند. ولی چی شد که در کشور ما جنگ شهروندی رخ داد؟ آیا زیایان در سر زدن این جنگ خانمانسوز برای ملت و دولت ملی نقش داشتند؟ اگر نداشتند پس چرا بیشتر آنها در زیر تاثیر روحانیت همان در جلوه‌گران محراب منبر قرار گرفتند؟ پاسخ مشخص است. موقع‌گیری بیشتر آنها هدفمندانه نبود. ملت سازی را در چارچوبه مفکوره معین ناشده دیدند. کلریکال های اسلامی را قدرت اساسی ملت سازی حسابیدند و در نتیجه خود زیایان به طور کلی ناکام شدند و زیر تاثیر روحانیت قرار گرفتند. طبقه بندی دیگری که ما در همین مورد می توانیم برای شما پیشنهاد نماییم این طبقه بندی که استاد محمد جان شکوری در سالهای بعد از آوردن استقلالیت پیشنهاد نمودند. یعنی محمد جان شکوری در سالهای اول استقلال زیایان را به دو طبقه جدا کرده بودند: زیایان شهری و دهاتی. ناوابسته از آن که محور ایجادات محمد جان شکوری زبان و تاجیکیت بود، اما مفکوره ملت‌سازی استاد گرامی محمد جان شکوری هم مفکوره اسلامی بود. حتی در پرتو همین طبقه بندی شکوری چند از همفکران استاد هم طرفدار کوچانیدن پایتخت و شهر فجان بودند، زیرا به طبقه زیایی شهری برتریت می‌دادند. دیگر اینکه شعور زیایی شهری گفته یعنی زیایی بود که گویا به نظر استاد محمد جان شکوری زیایی حسابیده میشد، زیایی شهری که میتواند ملت سازد. و همین تقسیم بندی محدود تا به امروز دوام دارد متاسفانه در فضای شعوری اجتماعی ما.
وابسته به واقعیت ساکنان پایتخت بسیاری از زیایان فعال بر این هستند که فرهنگ شهرنشینی دوشنبه را شهری دهاتی معین می‌نامد. به همین خاطر گفتم که به شهر دوشنبه کوچانی می‌شود. از این لحاظ طبقه بندی استاد شکوری هم در زمان خود و تا به این روز محدود باقی ماند و مسلم است که زیایی شهری ما عین زمان در کلکوری مذهب شدن چگونه که من در بارا اشاره نمودم از اندیشه دهاتی خود قفا نمانده است و عجیب این است که در بعضی موردها از زیایی دهاتی هم می‌گذرد.